تاریخ بارها نشان داده که جوامع در جستجوی نجات بخش گرفتار چرخه‌ای از عمید و خیانت می‌شوند. رهبران کاریزماتیک با وعده عدالت و آزادی مردم را به حرکت در می‌آورند و به قدرت می‌رسند. اما اغلب همان مردم قربانی سرکوب تازه‌ای می‌شوند و وعده‌ها رنگ می‌بازد. در ایران انقلاب سی‌دید با آرمان استقلال و عدالت آغاز شد، اما خیلی ها کنار گذاشته شدند و سرکوب جای آزادی را گرفت. این الگو جهانی است. رهبران پوپولیست در اروپا و آمریکای لاتین هم با وعده تغییر امیدها را برانگیختند، اما اغلب به سرخوردگی انجامید. احساسات جمعی موتور تغییر است، اما اگر با تفکر انتقادی همراه نشود، به راحتی ابزار سوء استفاده می شود. تاریخ هشدار می دهد وعده‌های بزرگ همیشه به نتایج روشن نمی انجامد. باید مراقب رهبرانی باشیم که راه حل‌های ساده برای مشکلات پیچیده ارائه می دهند. برای جلوگیری از تکرار تاریخ باید تاکتیک‌های رهبران فریبکار را بشناسیم. شعارهای احساسی و ساده انگارانه مثل مرگ بر دشمن یا بازگرداندن عظمت ابزار اصلی آنهاست. ساختن دشمن مشترک، چه خارجی چه داخلی، مردم را متحد و مخالفان را سرکوب می کند. در ایران ضدیت با آمریکا به ابزاری برای توجیه مشکلات داخلی بدل شده است. وعده‌های غیر واقعی رفاه و عدالت مردم را به امید آینده‌ای خیالی بی‌حس می کند. این تکنیک ها احساسات را جایگزین واقعیت می کنند و نقد منطقی را خاموش می سازند. شناخت این معماری احساسی نخستین گام برای بازپسگیری اراده جمعی ماست. جستجوی منجی مطلق جامعه را به دام خودکامگی می اندازد. این ذهنیت مسئولیت جمعی را تضعیف و سرنوشتش را به دست یک نفر می‌سپارد. تاریخ پر است از ملت‌هایی که با اعتماد به یک منجی آزادی خود را از دست دادند. مخالفت به تهدید بدل می شود و آزادی‌ها فرسایش می یابد. نمونه‌اش محکومیت منتقدان در ایران است. قدرت بر سرکوب اندیشه استوار می شود. جامعه‌ای که به دنبال قهرمان است، همیشه آسیب پذیر می‌ماند. راه حل پرورش فرهنگ پرسشگری و مطالبه پاسخگویی است. پادزهر اسطوره منجی شهروندان هوشیار و فعالند که قدرت خود را می‌شناسند. History warns about emotional manipulation, but collective feeling can also drive positive change. Visionary leaders channel emotion for unity and justice, not division. Figures like Martin Luther King Jr. inspired hope, not hatred, empowering communities for real progress. Nelson Mandela chose reconciliation over vengeance, guiding emotions toward building a new nation. True leaders appeal to empathy and shared humanity, not fear. We must learn to distinguish between manipulative and principled leadership. Ask, does this message unite and empower or divide and control? تکرار تاریخ نتیجه فراموشی و بیعملی جمعی است. شکستن چرخ امید و خیانت نیازمند تغییر ذهنیت و هوشیاری فعال است. آگاهی جمعی بهترین دفاع در برابر فریبکاری است. این آگاهی یعنی شناخت الگوهای قدرت و تاکتیک‌های دماگوگ‌ها. دسترسی به اطلاعات مستقل و تفکر انتقادی ضرورت جامعه سالم است. پرسشگری و مسئولیت پذیری ما را در برابر رهبران فریبکار مسون می کند. باید به جای جستجوی رهبر کامل بر آگاهی و مشارکت خود تمرکز کنیم. تغییر پایدار فقط با هوشیاری و مطالبه گری مردم ممکن است.